درود تو روح گل یکایکتون خوش اومدید. چرا صدامو اینجوری میکنم به اپیزود؟ من اینجا میترسم، حس میکنم جن وایساده ولی سولاخه. آره، خوش اومدید به اپیزود دوم. آره، دوم از این بازی. و دیشب یادم رفت سفارش بیشو گاوم میگم و شما هی باور نمی کنید. آره دیگه، آی جان. الان سفارشم بدیم ببین دیره، همین میگه همین فردا هم پس دیره. یکم اینجا بمونی میبینی کلا نفس میره. همه جمع و بی دستگیره، نه همه جمع و نفس گیره، همه در و بی دستگیره. تازه اگه دری باشه اصلا کمپلت بمب است و زنجیره، همه قاطی هم. دیروز مشکلش این بود که بارون اومد، نه خوبیش بود. بارون اومد و خودش اینا رو آبیاری کردش، ولی الان دیگه ما گشاد شدیم. سخت آبیاری از این آبیاریه واقعا بدم میاد، کار مزخرفیه. تو ماینکرافت آبیاری نداریم هنوز، خدا رو شکر. البته یه بازی دیگه بود استاردو ولی، خیلی اونو دوستش دارم. شاید گیم پلی گذاشتیم، حالا بذار هیت بشه، بولد بشه، گنده بشه، تقاضا براش زیاد به. آره، آدم سودجوییم خیلی. بله، ما اینها رو که غذا بدیم بعدا از گوشتشون میتونیم استفاده کنیم و از تخم این مرغ هم میتونیم استفاده کنیم. باز هم فکر کنم میتونیم بهش، نه نمیتونیم، بسش اسم میکنم و این هم با کیو میندازه و بس. میتونیم با این پولی که داریم بز بخریم. این 110 تا مینتینسش، یعنی سودش این 50. ببین چون اینو آره دیگه 500 تا میخریم حدود 2000 تا میفروشیم، پس این یعنی خیلی سوده. یه دونه هم اینو میخرم حالا که اینجوریه و خیلی سوده. نه وایسا بذار پکشو بندازیم، اینم بندازیم. زهرمار ماما میکن مگه گاوی؟ گاو که هستی ولی خب اوکی. ها بس دیگه، زیاد خرید کردیم و به همون چیز داده، ابجکتیو داده که ما ابجکتیوش رو محل نمیدیم. فعلا پولدار قراره بشیم. پس من میخوابم و امروز بیدار میشیم. امروز بارون میاد خدا رو شکر، پس مزرعه‌مون نیاز به آبیاری نداره. عوضش ما نون و تخم مرغ فقط داریم امروز. محصولمون کمه ولی همین هم کافیه. فکر کنم هر یه روزی که کامل بسته باشیم، یه روز نه، تو یوتیوب دیده بودم هر 2-3 روز که کامل بسته باشی ازت یه مقدار زیادی رپیتیشن کم میکنه. برای همین ما نباید پشت سر هم مغازه رو ببندیم و اینکه باید شعور داشته باشیم و اگه میخوایم ببندیم و یه تایمی رو اسکیپ کنیم، یه روز باز کنیم، یه جنس کوچیک بفروشیم بعد ببندیم. با اینکه همون جنس کوچیک هم بفروشی رپیتیشنت کم میشه، ولی نه اون مقداری که خود بازی قراره یهو کم کنه. چرا هی دارم اون طرف رو نگاه میکنم؟ اپیزود قبلی رو دقیقا قبل این رکورد کردم و حس میکنم که وبکم هنوز دارم. چرا مشتری نمیاد؟ روزای بارونی کلا دیر مشتری میاد، میدونی مردم خواب میمونن، نه که بازی خیلی طبیعیه. مرغمون بزرگ شد، از فردا به همون تخم میده. ایول. نگو که باید 2 تا غذا بدیم به مرغمون، دیگه ندارم که بدم بهش. جالبه. گاوا هم خیلی تو چشن، میدونی اون یکی شعبه آیندهمون. اینجوری داستان سرایی کنم، ما بعدا یه شعبه میزنیم اونجا. وای مغز خودمو. آره داشتم میگفتم بعدا یه شعبه میزنیم اونجا، وضعش خیلی فرق داره، بهتون نشون میدم. اولا اپیزود بعدی میریم اونجا. یعنی داستان رول پلی عالی، 10/10. تموم شد به این سرعت. خوردید؟ اینقدر تخم لازم بودید؟
اما اون تخماتو میدیم، نه مثل این که قصد فروش نداشتم. گرون هم شده. چقدر بودش؟ هر یه دونه 4 میلیون، نه 6 تومن. آخرین بار که تخم مرغ قیمت گرفتم دونه 6 تومن بود فکر کنم. خیلی وقت من قیمت نمیگیرم و فقط میخرم. خیلی وقته که موجودی میزنه ناکافی و من شورم نمیرسه که باید قیمت بگیرم اول. خب برو، ندارم برو، برای چی وای میستی؟ آره، اولش یه حس پولداری داشتین که گفتم قیمت نمیگیرم و فقط میخرم، و به اون بخشش که موجودی ندارم همیشه فکر کردم دلم برای خودم لایک کنید پولدار شم. مانی. آره حتما با پول یوتیوب پولدار میشیم. بله جالب. کدوم یوتیوبر پولداری رو شما دیدید؟ مثلا به جز آریا که اوکسل، یا به جز کی بگم؟ پوتک نمیخوام اینجا بحث هیت بدیم، دوستان زشته. پوتک خیلی خوشم نمیاد. مثلا کیودی پای کل محتواش دارکه. یه زمانی خوب بودا، یه زمانی دیگه رفت سمت لجن و کثافت، دیگه خوشم نمیاد ازش. داره با همون محتواهای قرمز پول در میاره. ترومه. بسه الان میان میبرنمون، فناش میان فوشمون میدن. بخوا کی ویدئوی تو رو میده؟ شب صبح بخیر. باز یادم رفت خرید کنم. بله بیشو گاوم، یعنی این گاوا من گفترم. تخم میده راستی این، و یک گونی هم تخم میده، یکی دوتا نمیده که. بیان سریع تخم مرغا رو بخرم و ببندیم مغازه رو، و این دیگه 100% سوده. نه 100%، البته یه پولی هم باید برای غذاش بدیم، که البته اون غذای یه دونه که نیست، غذای این همه گاو و گوسفند و چنده 50 تا واقعا میارزه، و 5 تا هم 5 خانوار رو میشه غذا داد. 1 2 تا 3 تا 4 تا 8 تا با خود مرغه. بله هیچکی نیومده، یعنی هیچکی دلش تو این روز آفتابی زیبا تخم مرغ نمیخواد. حال میده و سر صبح نمیدونم چرا جارو زدن همون بیشتر. بیا جاروت کنم همون، تو رو جارو کنم همون خاله دایی. تو سرورای دیسکورد انقدر رفتم امو کردم و نصف سرورای دیسکورد در ایران بند شدم. آره رفیقام بلاکم کردن انقدر این لفظ امو استفاده کرد. تموم شد دیگه. بسته نیست. نداریم فوشمون ندید. نداریم. خب نداریم دیگه. دعوا داری با ما همون؟ این یه چی دزدید رفت، شرط میبندم. خب بعدا یه ابجکتیو میده تیک دوز نصف فارسی نصف جالب. آره ارباب پدر بزرگ مرحوم کیو بگیم کبج کاهو. الفاظی که بچه کلاس 5 موقع دعوا استفاده میکنه. آره اما چرا خودمون رو خراب میکنیم؟ بریم شلوار نمیشه اینجا رفت تو سوراخش خراب. بله داشتم گفت یه پرومیشن بخر. ما پرومیشن نوب میشن میخر پرمیشن در واقع. اون چای میتونیم بخریم یا رایس چای. من خودم بین پلو خالی و چای خالی رو ترجیح میدم، با این که میمیریم با چای خالی، ولی خب خوشمزه تره، لذت بخش تره.
مثلا من ساعتی یه چایی بیشتر حتی میخورم که زشته. و به نظرتون تو هوای برفی هم زمین های ما آبیاری خودکار میشن یا خیر؟ این سوال رو جواب بدید، خوشحال میشم. میام کامنتتونم لایک میکنم. هاره کی هاره؟ او گوشتامون، یعنی نه گاوامون، گاوای زیبامون که برای بزرگ شدنشون زحمت کشیدیم، و البته مرغمون. خب فکر کنم ما به اینا غذا ندیم ممیرن دایی. خب ما اینو میکشیم، استخونش رو فکر کنم میشه فروخت. استخونش هم میشه فروخت؟ یعنی کی استخون گاو میخره؟ فکر نکنم. هاره نه، استخونش فروشی نیست. استخون رو باید بریزیم دور برای سخت کردن کار ما. استخون آوردن و گوشتشو به قیمت بالایی میشه فروخت، حدود 900 تا فکر کنم همین یه دونه گوشت. یس 960 تا با ایکس هم میشه قیمتش رو تغییر داد. اونجا زده 800 تا قیمت خریدشه. قیمت خریدشه ولی ما تولید میکنیم و تازه چرم هم داریم. او چرم و چیز باهاشون فکر کنم متریاله. میگیری چی میگم؟ آره اینا باید بذاریم یه جا، فکر کنم بعدم میشه ازش استفاده کرد. دیدی چه پول قلمبه ای اومد؟ آره چرمو نمیشه فروخت. چرمو باید یه جوری پولش کنیم که من هنوز بلد نیستم، ولی فکر کردم اینو فروش نمیره، مثلا نگهش داریم برای بعدا. آره چی کار میکنی؟ خب بریم تخم مرغم بیاریم از اینجا. شب بهشون غذا میدیم. حالا فعلا خیلی مهم نیست چجوری این همه تخم میذاره. پاره نشد، تموم شد به این سرعت. یه گاو دیگه الان میکشم. یه دقیقه وایسید، یه گاو دیگه میکشم میام. قصابی زدم عملا. فقط اینو اول ببریم که این فروخته شه، چون این واقعا مهمه. گرون 960 تا سوده، همش سود خالص. امون اونم که خرید این حاجی. این حاجی تاجره ها، قشنگ معلومه سرمایه داره. خب الان دیگه هیچی نداریم ته مغازمون. اینو ولی بر میداریم میبریم پر میشه. زهر مار چقدر ماما میکنی دایی؟ آره ماما بره چی میکنی؟ الان این یکی گاوم میکشیم. واقعا قصابی رو انداختم عملا، ولی پولش قشنگ در اومد. ما هر روز یه تعدادی گاو اینجوری بخریم، خودمونم که گاویم هستیم اینجا در اختیار، و پولش در میاد قشنگ. این استخون و چرمو هم نمیدونم باید بذاریم، شاید دکوریه، نمیدونم. تموم شد. به سرعت گوشت رو هوا زدن، با این که رپیتیشن هم به شدت اومده پایین. بله رپیتیشن به خاطر کثیفیه. بگو دیگه. فکر کردم به خاطر محصول نداشتنه. چرا هی کم میشه؟ اما وای هیچی نداریم تو مغازه، معلومه که کم میشه. ولی فردا عوضش با این همه پولی که در آوردم قطعا اجناس مفید و خوبی رو خواهیم خرید. صدای چی بود؟ بله با بون و چیز. بونو کجا میشه فروخت به این فکر کنم؟ 5 تا کلا یینجانگ رو لباسش. یینجانگ آخرین کسی که رو لباسش یینجانگ بود تتلو بود، اونم الان زنده. اینا هم میبریمشون میفرستیم زن. با چرم چیکار میشه کرد؟ امو میگه اصلا بدر سربالایی سرازیری در کار نبود. من گفتم الان پولدار شدم، الان وضعمون بدتر شد که
آره ورشکست میشیم فردا. رپیتیشنمون میاد پایین، هرچی پولدارتر میشیم محبوبیتمون کمتر میشه. عجب عجب ره. میگن هر یوتیوبری قبل صدگاهی دوران اوجشه راست می اصلا در سر بالایی سر و زیری در کار نبود، از اول فقط درد، فقط خواب بد و غم رو از خواب پرود، همش قر تنفر، همش بخت، همش بغض زیر چشمام کبود شد، همش بیدار تا صبح. امروز عوضش عجله‌ای برای خوابیدن نده، کلی کارم نداریم، هیچ کاری نداریم عملا. خب ما امروز باید در واقع شعورمون و اینو چرا واقعا اینجا من واقعا نمیفهمم که چرا سطل آشغالی نزدیک نیست. اینا رو احتمالا یه کاربردی داره که ما هنوز نمیدونیم ولی قطعا به زودی میفهمیم. خب یه چند تا این گاوه ولی فکر کنم بهتره اون کاربردش. بز هم میتونیم بخریم، یه بز بخریم ببینیم بز چی کار میکنه. نه اما آره بز کوچیکه اینجا جا میشه. فکر کنم بز شیر میده بهمون. این گاوا میخریم یکی. آره زهر ما گاوی مگه؟ گاو که هستی ولی دلیل نمیشه ماما کنی. مثلا منم گاو ولی ماما میکنم. نه معلومه که نه. خاک بر سرت کنم. یعنی تولید محتوا چه کارا که نمیکنه با آدم. گاو قهوه‌ای هم یه دونه بخریم، قهوه‌ای که البته رنگ شانس ما، رنگ پوستمون هم نه دیگه در اون حد هم سیاه نیستم. به اینم بدیم، به اینم بدیم، به اینم بدیم، به اینم بدیم. این دیگه تعدادشون زیاد شد، یکم به همهشون نمیشه داد. به این بعد از استراحت میدم. جالب. اینا رو چی کار میشه کرد؟ یکم فکر کنیم. قطعا یه کاری میشه کرد بلا استفاده که نمیمونن. کاهو داریم ولی به نظرم امروز هارویستش نکو. میتونم رپیتیشنم رو با ایدان ببرم بالا به شدت. برای افزایش رپیتیشن خوبه. چرا که قیمتش رو ارزون میدیم. مثلا ما به جای 104 تا قیمتش رو میکنیم حتی ضرر نکنیم یه موقع. نه بابا کی با 100 تا سکه ضرر کرده. خب و مغازه رو باز میکنیم. به خاطر ارزون بودنش مردم خوشحال میشن و اصلا به جنسایی که نداریم فکر نمیکنن. اگه دیدم رپیتیشن هم دیگه خیلی داره میاد پایین، مغازه رو میبندم و فردا محصول وارد میکنم دیگه. جهنم و ضرر. عجب بابا عجب باورم نمیشه که با تو بدم. عجب من که خودمم تهش سایتو زدم. عجب هی میپرسی که تنم چرا همش جر با جره. خب میدونی پولی نیستش. اگه این سایتو نگاه چون قیمتش کمه اصلا فکر نمیکنن این که محصول چیه. رپیتیشنمون هم هی داره میره بالاتر. وای چقدر اومد پایین. غلط که نگو که تموم شده. به خاطر تموم شدنش فکر کنم. آره به این سرعت چون تموم شد رپیتیشن داره میاد پایین. الانم به خاطر اینکه منتظر موندن رپیتیشن داره میاد پایین. خب میان درو میکنن میبرن عملا. انگار ما اینجا داریم کاهو میفروشیم. انگار داریم
چه میدونم. بیا نگاه داره میاد پایین چون تموم شد. انگار نوکر آقاشونیم. بابا بدو، رپیتیشن تموم شد دیگه، نداری دیگه چیزی به نام محبوبیت برای تو وجود نداره. بستم در مغازه رو به خدا، ولم کنید به حال خودم. دو دقیقه میذاشتید ما جنس داشته باشیم. خب عمو تموم شد. نگات میبینی همه میان میگن کبش نداری، چون اینا میرن به دوست و فامیلاشون میگن دیگه. رپیتیشنی نموند، عملا صفر شد. جالبه. اما برای فردا از الان میرم. چرا نمیده هی دارم چرا اسپیس میزنم، دیوونه شدم. آره از الان برای فردا میریم همه کار میکنیم، هم کوهوی جدید میکاریم هم کوه قدیمی ها رو میاریم اینجا رو پر میکنیم که کسی نگه کوه نداری. دارم، خوبم دارم. و این که تیم بده من اینجا رو هم تمیز کنم. به گند کشیدن انگار طویل پدرشونه. خب بریم دیگه، شب و مغازه ما هم بسته، بریم کم کم اون کاهوها رو بیاریم، کاهوی جدید بکاریم و فکر کنم پول داشته باشیم که یه فارم دیگه هم بخریم که محصولای دیگه هم بفروشیم. هره او 4 تا بسته دستمه اینونتوری اضافه شده به بازی. خدا وکیلی. پس چرا من جنسا رو داشتم یکی یکی می بردم؟ چی شد؟ اینونتوریم کو؟ خب بده. میدونم 3 تا کاهو تو اینونتوریمه. وای میدونم هست، بده درش بیاره اینونتوری. پشمام در نمیاد. با چه دکمه ای میشه درش آورد؟ خب عمو بده دیگه. ای وای گندت بزنن مگه اینجا میانبر آخه حاجی. بذار من ببینم چرا سوت زد، با هیچ سوت میزنه. خجالت بکش. اما ما الان درگیر اینیم که ببینیم کوهوار رو چرا بهمون نمیده. خب 3 تا کاهو دارم تو اینونتوریم ولی نمیده، سوخت رفت. باختیم عمو، باخت داریم. همون یه دونه باید برمیداشتیم. الان باید برم یوتیوب سرچ کنم how to use our inventory in old market simulator. نگاه برمیدارم یکی دیگه 12 تا. وایسا ببینم، فکر کنم فهمیدم چه کار میشه کرد. او پر شد. نگاه وی استک میکنه. اونو یه کاری کردم هی گرفتیم گذاشتیم الکی که پر نشد که اون 4 تا داره اون 12 تا. نمیدونم شاید هم یه دلیلی داره. از رو زمین زیاد برشته. الان فهمیدم چی شد. آره بدون اینکه بندازم چون برداشتم جعبش پر شد. شما نفهمیدید ولی برای محصول بعدی بهتون میگم. الان من نمیدونم که چجوری اون کوهوایی که تو اینونتوری من رو درارم. توی کامنت ها اگه روشی بلدید بنویسید که خیلی خوشحال میشم. با عددم کار نمیکنه. how to use inventory in وای
و فردا که من تو اپیزود بعدی قطعا یاد میگیرم چی کارش باید کرد.